اینی که نگاه کنید ما وضع کار شغلمون اینه که کارگیر ایرانی ها نمیاد، اصلا ربطی به افغانی ها نداره. حوزه کار شغل عمومی ما حتی برای تحصیل کرده هامون هم به بعض بحرانی رسیده. یعنی اینطوری نیست بگید چون بابت بودن اینها در این کشور وضع کار شغل ما با این رسیده و وضع اقتصادمون به این رسیده. نه خیر، اساسا اتفاقا این آوار رو سر مهاجرین بدتر خراب میشه. یعنی اونها از مردم ایران آسیب پذیرتر میشوند. پس این حوزه کار شغل عمومی واقعا که زندگی مردم نمیچرخه به نظر من ربطی به حضور اونها خیلی نداره. مگر فرض کنید شما جمع‌آوری زباله تهران اگر افغانی ها نباشن چه تعداد ایرانی میتونن این کار رو انجام بدن؟ تو حوزه معدن چه تعداد ایرانی ما اصلا اینقدر نیرو انسانی داریم؟ کشور ما همین امروزی که ما میگیم مضیقه اشتغال داریم به بخش عمده از فعالیت و حضور اینها نیازمند. نگاه کنید ما الان یه بخش عمده از اینها بابت اینکه بعد خانوار ما اومده پایین و از اون ور هم خدمت عرض کنم هزینه دستمزدهاشون به شدت پایین، ما نیروی کار مناسب در این شرایط نداریم.